ولی ببین دیشب یه خواب میدیدم عجیب غریب. خواب میدیدم با یه عده‌ای که میشناسمشون، خب یه سر دوستان خانواده با هم دیگه رفتیم بیرون، رفتیم مسافرت. خب بعد رفتیم تفریح اینا، یه جایی مثل جزیره طوری بود. خب بعد اینجوری صخره بود، یه صخره بلند بود که ازش مثلا جای پله گذاشته بودن که میرفتی بالا. ما با همه که نشسته بودیم، همه کنار آب نشسته بودیم، همه دراز کشیده اینا. بعد من به همه گفتم، به هر کی گفتم بابا بلندش بریم، همه آدم دارن میرن اینجا از این صخره بالا، بریم ببینیم اونجا چه خبر، اومده تفریح اومدین همش نشستیم مالش یکم بگردیم و اینا. بعد هیچ کس نیومد. خودم بلند شدم رفتم از اون صخره بالا، دیدم اون ور صخره اصلا یه دنیای دیگه است، اصلا مثل ژاپنی و چینی و اینا بود چهرهشون، یه رقص متفاوت داشتن. بعد اون روز انگار یه روز خاص بود، مثل رژه تورو و رژه و این چیزا بود، خیلی با هم هماهنگ یه سری کارا انجام. بعد من اصلا از شدت این همه عجیب بودن چیزای جدیدی که داشتم، نه همینطور داشتم میرفتم جلو تا چیزای بیشتر ببینم. بعد همینطور رفتم جلو چیزای بیشتر دیدم و اینا. یه دفعه دیدم یه چیز مثل ترانه هوایی یا مثل تلکابینه، یه چیز تو مایا، این انگار مثلا شهر بازی طور بود. همه دارن یعنی خیلی ها دارن سوار میشن، منم سوار شدم. بعد دور و برم همه نمیدونم بگم چهرهاشون مثل چینیا بود، ژاپنی بود، یه چهره اینطوری بود. خب زبونشون اینا اصلا نمیفهمیدم، گوشی و اینا اصلا با هم نبود. بعد گوشی با هم بود. بعد آقا این یه دفعه دیدم همچین اوج گرفت، داره همینطور میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. یه دفعه سر از کجا در بردیم؟ تایلند. بعد اونم نمیدونستم که ما الان کجاییم. من میگم من کجا اومدم، چرا انقدر زمان زود گذشت، چرا انقدر یه دفعه انگار وارد یه جای دیگه شدیم، انگار تونل زمان. بعد یه دفعه یه جا خوندم نوشتم، نمیدونم تو در دیوار بود، یه جا بود دیدم نوشته تایلند. گفتم با من چجور اومدم تایلند؟ من به هیچ کس نگفتم دارم میام اینجا، الان همه نگران من میشن، چجوری بهشون اطلاع بدم؟ بعد آنتن نمیداد. بعد میخواستم از اونی که تو کنارم نشسته یا از اون که عقبم و جلوه بپرسم بابا کجا داریم میریم، اینجا کجاست؟ رو ترنسلیت میزدم، فقط انگلیسی میاره، بعد اونام خیلی خوب متوجه نمیشن. هیچی. دیدم یه دفعه یه ایستگاه رسید، همه انگار دانشجو اینا بودن، یه دفعه همه پیاده شدن. گفتم وای خدایا. بعد همه یه دفعه پیاده شدن اینا، همینطور رفت سر از کجا در به یه دفعه دیدم وارد یه جا شد، همه چیز فارسی نوشته. یه لحظه گفتم وا خدایا، انقدر یعنی سریع این حرکت میکنه؟ بعد رفت باز. بعد همینطور داشتم نگاه کردم، یه دفعه برج میلاد دیدم تو تهرانم. گفتم وا خدایا خیلی خوبه. اصلا این چیزا خیلی خوب، انقدر سرعتش زیاد بود توی زمان خیلی کم یه دفعه میبردت به جایی که میخوای. خیلی خوبی بود. بعد دیگه بیدار شدم دیدم دارم خواب میبینم. حالا اصلا قراره بریم تایلند. تایلند از کجا در اومد؟ نه از تایلند چجور سر از تهران در آوردم، از برج میلاد اونم نمیتونم. آخرش چی شد؟ آخرش راننده پیدا کردم، با زبون بی زبونی بهش گفتم من اینجایی که سوار شدم چجور میتونم برگردم دیگه، ولی بهم گفت باید 1-2 روز صبر کنی. دیگه نمیدونم رسیدم یا نرسیدم، دیگه یادم نمیاد تو خواب. ولی تا همون جاش که داشتم از راننده کمک میگرفتم و اینکه کجاییم چجور منو میتونه بذاره همون جایی که این برمیگرده، دیگه گفت باید 1-2 روز صبر کنی. دیگه تا همون جاش یادمه. بچه‌ها من دیشب رفتم خرید، واسه اون ویدیو هم گرفتم.
پنیر مشتر بگیریم یا پنیر سیر بگیریم، همچین چیزی. پنیر زیتونی تا حالا خوردنم ولی فلفلی و چیز سیری نخوردم. برای منی که عاشق حموسم، یه ایتالیان حموس داره یه افغانیز حموس داره. ایتالیان حموس. یه روزه دارم فستینگ میکنم، بعد چون اولش برام سخته و یه کار خیلی دشواره، از 12 ساعت شروع کردم، دیگه شبا ساعت 9 به بعد چیزی نمیخورم تا 9 صبح فردا. بعد دیشب که خرید بودم اینا، مامانم دیروز مربای هویج درست کرده، مربای به درست کرده و نمیدونم الان چون میخوام دیگه صبحانه بخورم بده که بخوام مربا اینا تو صبحانم باشه چون یه دفعه شکر زیاده یا نه، ولی اگرم بد باشه اشکال نداره چون من الان کلی سب کردم. دیشب باگت گرفتیم، مربای هویج هم که داریم، میخوام یه صبحانه مشکی درست کنم. اگه فستینگ هم باشم دیگه تموم شد که الان دیگه میتونم چیزی بخورم ساعت 9:15، ولی خب کم میخورم دیگه، خودم نمیپاشم، ولی از این مربای هویج نمیشه گذشت. بچه‌ها ورزش امروز خیلی چسبید. بعد من رفتم ورزشمو کردم، بعد دیگه هوا خیلی سرد بود، گفتم که خب دیگه همینجا هم بود و ورزشم کردم. بعد امروز تمرین مورد علاقم بود، تمرین پشت، و من پشت خیلی دوست دارم، حرکات پشت و کمر و این چیزا خیلی بهم حال میده. دیگه تمرین پشت انجام دادیم، نیم ساعت هم دویدم، بعدش هم اومدم خونه، یه کم غذا گذاشتم که حاضر بشه، یعنی درست کردم واسه نهار. بعد اومدم دوش گرفتم، الان بریم غذا بخوریم، بعد بیام بشینیم همچی با هم گپ بزنیم. بعد صبح جریان فستینگ رو بگم که چیه. من میخواستم یه 2-3 کیلو کم کنم، خب بعد اومدم امتحان کنم فستینگ چطوریه. بعد تا الان امتحان نکردم و بار آخری که همون حامیانه خودمون روزه‌داری هم کردم بچه بودم و این اواخر در قبال غذا خوردن خیلی کم طاقتم، یعنی نه اینکه زیاد غذا بخورم، ولی همین که مثلا 2-3 ساعت یه بار یکم همین هله هوله نه ریزه خاری دارم یه چیز کوچیک بخورم یا یه میان وعده داشته باشم، من اوکی هم باش. حالا نه صرف غذای ناسالم و اینا یا پرخوری و این چیزا، ولی اومدم که هم یکم خودم امتحان کنم ببینم چقدر طاقت میارم، همین که ببینم 2-3 کیلو کم میکنم یا نه. بعد فستینگ اینطوریه که 16 ساعته به 8 ساعت است یا 12 به 12. 16 ساعت به 8 ساعت این که تو 16 ساعت هیچ نمیخوری جز آب یا قهوه، 8 ساعت زمان داری که غذا بخوری. بعد من یه دفعه از 16 ساعت شروع نکردم چون همچین چیزی در خودم ندیدم و میگم یه مدت طولانیه که مثلا چیز کردم، یه مدت طولانیه که همچین تایم طولانی نبوده که غذا نخورم. بعد دیگه اومدم یکم یواش عادت کنم، الان 2-3 روزه از 9 شب تا 9 صبح هیچی نمیخورم و اوکی هم باهاش، یعنی سخت نشد چون نصفش که ذاتاً تو خواب میره و اینا مشکل نداره. یکم بگذره ببینم
16 ساعته رو میکشم یا نمیکشم. اگرم نکشتم خودم اذیت نمیکنم دیگه. بریم نهار بخوریم. وای بچه ها، برنامه اکنون اومده. سروش صحت با کی؟ با علیرضا قربانی. مامان جان، هر دوتا شخصیت های مورد علاقم با هم دیگه قرار بشینن گپ بزنن. فقط منتظرم که برم بشینم نهار بخورم و حین نهار خوردن مسابقه این دوتا رو با هم ببینم. بزن که بریم، بعد بیام بشینیم با هم دیگه گپ بزنیم. خب من قهوه‌ام خوردم، اومدم براتون بگم دیشب چه اتفاقی افتاد. دیشب بعد از اینکه ما رفتیم خرید با دو تا از دوستان بودیم، رفتیم قهوه خوردیم. بعد از قهوه خوردن دیگه داشتیم میرفتیم که سوار ماشین بشیم. یه دفعه یه دختر دیدم، صدای گریه یه دختر میاد، همزمان هم داره گریه میکنه هم داره با یکی صحبت میکنه. تو همون چند ثانیه که داشتیم رد میشیم یه دفعه داشت برگشت گفت که مگه من چی خواستم؟ من فقط یه خونه گرم با خانواده خواستم. فقط همینو شنیدم. سوار ماشین شدیم و هممون سکوت بود. کلا هر سمون توی فکر رفتیم که چرا. و ببین من تا یه چند ثانیه کلا شوک بودم و قلبم به درد اومد. واقعا قلبم به درد اومد که یه آدم چقدر با یه احساسات ساده، با یه بیان ساده و در صادقانه ترین حالت ممکن داره نیازش رو بیان میکنه. یه چیزی که یه نیازیه که خیلی ساده است، داشتن یه خانواده و یه خونه گرم. چیز انقدر بزرگی نیست. و ببین چیزی که شاید از نظر من همچین چیز کوچیکی میتونه باشه، چیز سختی نیست، چقدر برای یه نفر دیگه میتونه بزرگ بشه. چند ثانیه همینطور داشتم بهش فکر میکردم، ماشین حرکت کرد و رفتیم و برگشتم به دوستم گفتم میشه برگردیم؟ دوستم گفت اگه برگردیم الان تو اون سرما که دختر اونجا وای نستاده و چیکار میخوای بکنی؟ گفتم نمیدونم، کاش حداقل اون لحظه اینجوری شوک نمیشدم، اون لحظه انقدر به قلبم به درد نمیومد، اون لحظه انقدر به این دختر فکر نمیکردم. یه لحظه مغزم زودتر یه آلارم داده بود، یه کاری کرده بود که من میرفتم اون لحظه اون دختر رو بغل میکردم. شاید اون دختر فقط اون لحظه دلش یه بغل میخواست، شاید دلش فقط شنیدن یه جمله دلگرم کننده میخواست، شاید یه کاری از دست من برمیومد که میتونستم براش انجام بدم و هیچ کدوم از اینا نشد. و خیلی تا صبح، تا همین الان اون دختر هنوز از تو ذهن من نرفته و مدام دارم بهش فکر میکنم و دارم به این فکر میکنم که ما به عنوان یه انسان، این که خیلی ها میگن فقط به خودت فکر کن، فقط حواست به خودت باشه، فقط خودتو ببین، فقط ببین، واقعا از نظر من اینجوری نیست. روز به روز داره همه چیز دردناکتر میشه، آدم ها دغدغه‌هاشون بیشتر میشه و همه به یه شکلی یه دغدغه‌ای دارن، یه درگیری دارن، با یه دردی دارن دست و پنجه نرم میکنن که ما از خیلی هاش با خبر نیستیم. و ببین اون لحظه اون جمله اون دختر همینطور تو ذهن من داره بالا و پایین میشه که یعنی چی؟ چقدر انسان میتونه ساده احساساتش رو بیان کنه و کسی نیست که به اون نیازها پاسخ بده. این خیلی دردناکه، یعنی بهش فکر میکنی خیلی درد عمیقیه. این که میگم یه خانواده داشتن خواسته زیادی نیست، یه خونه گرم داشتن خواسته زیادی نیست و اینکه یکی از اینا بهره نبره، این چیزا رو نداشته باشه، خیلی دردناکه. من خیلی ناراحت شدم که چرا زودتر اون لحظه. ببین یه وقتایی ما توی موقعیت قرار میگیریم نمیدونیم احساسی برخورد کنیم یا منطقی برخورد کنیم. من اون لحظه پیش خودم گفتم خب اون دختر داره حرف میزنه، برم پیشه شاید برگرده به من یه رفتار بد نشون بده. دوستم هم بهم گفت اگه برمیگشت به تو میگفت به تو چه ربطی داره، تو چرا اومدی نزدیک من، چیکار میکردی؟ به برگشتم بهش گفتم اون لحظه شاید من یه لحظه ناراحت میشم، گفتم خب خوبی هم نیومده، خوبی هم نمیشه بکنی، ولی از طرفی میدونم اون لحظه الان حالش بده، عصبیه، الان شاید همه آدما رو مقصر میدونن و واسه هممون شاید یه جای تو زندگی این پیش اومده که توی اوج درد هستیم، توی اوج ناراحتی هستیم، فکر میکنیم همه آدما مقصرن و اون دختر شاید اون لحظه تو اون حس و حال بود.
و من فقط میدونستم که حداقل من به عنوان یه انسان یه مسئولیت کوچیکی یا یه قدم کوچیکی رو برداشتم و اون کارو نکردم. خودم رو سرزنش نمی کنم، ولی این یه تلنگر شد، یه تجربه شد واسم که تو این موقعیت اینجوری قرار گرفتم سریع واکنش نشون بدم. دنبال این نباشم که چه رفتاری میبینم. آره میگم شاید یه رفتار بد ببینم، شاید چیزی ببینم که اونجور انتظارشون نداشته باشم، ولی میدونم حداقل وجدانم پیش خودم راحته که میدونم من یه کاری خواستم بکنم یا پذیرفته میشه یا دست رد میخوره بهم، که هر دوش اوکیه. فقط مهم اینه که من یه قدمی بردارم، چون من نسبت به آدما مسئولم. تو جامعه من به آدما به عنوان یه انسان مسئولم و این خیلی چیز خوبیه. اگه بتونیم، اگه باهاش مواجه شدیم، زودتر قدم برداریم و یه کاری بکنیم. شاید یه قدم کوچیک من میتونست به اون دختر خیلی کمک کنه، تو حال اون دختر خیلی تاثیر بذاره. نشد، ولی خب امیدوارم هر جا که هست زودتر اون خانواده و اون خونه گرم نصیبش بشه. اینو واقعا از ته دل آرزو میکنم و اینو گفتم برای شما که شاید شما تو همچین موقعیتی قرار بگیرین یا قرار گرفتین. میدونی من معتقد به اینم که ما اگه هر کدوممون در حد توانمون یه قدم کوچیک برداریم واسه این همه درد و رنج و یکم سعی کنیم که درد آدما رو یکم یه دستی بگیریم، یکم با هم بلند کنیم، دنیا خیلی جای قشنگتری میشه. معمولا همه میگن خب همه من بدم و کسی رو قضاوت نمی کنم. هر کسی به نوبه خودش شاید از آدما رفتارهای دیده یا واکنش‌های دیده که از همه نسبت به همه سرد شده و اونم نمیتونم چیزی بگم، ولی میگم تا جایی که بشه، تا جایی که امکان داشته باشه، ما یکم واسه همدیگه دنیا رو یکم قشنگتر کنیم، چون به اندازه کافی رنج هست، به اندازه کافی درد هست، ولی سعی کنیم واسه همدیگه یکم راحت ترش کنیم که یکم راحت تر بگذره. بعد اومدم یه اعتراف دیگم کنم، اینه که من چند روزه این کتابو که اومدم گفتم میخوام بخونم نخوندم و فقط 3-4 صفحه اولش خوندم و هنوز ادامهش ندادم، چون ببین انقدر زمان زود میگذره، با کمبود زمان مواجهم و امروز گفتم فقط بشینم دیگه. الان تقریبا ساعت 3 اینجاست، بشینم فقط تا شب کتاب بخونم و دلی از عزا در بیارم، چون خیلی وقت کتاب نخوندم. بشینم کتاب بخونم و بعد چیکار کنم؟ شبم که باید یکی از دوستان ببینم، برام اونو ببینم دیگه. جز اون دیگه هیچ کاری نمی کنم. غذا اینام حاضره، ورزشم هم که کردم و ببین امروز که ورزشم انقدر خوب انجام دادم، انقدر حالم بهتره که نگو. یعنی ببین خیلی حس خوبیه که تو یا برنامه ریزی میکنی و طبق اون چیزی که میخوای همه چیز پیش میره. خیلی حس خوبی. آره بعضی موقع پیش نمیره، اکثر مواقع شاید پیش نره، ولی وقتی که اینجوری پیش میره تو حال خوبت خیلی تاثیر داره، تو حال من که خیلی تاثیر داره. مامان جان من دارم ادیت میکنم. پسرم نگاه، خدا وکیل اومده اینجا جلو من نشسته قندون. نه من این کلی تو رو بخورم خودم رو راحت کنم. اصلا بره خودت هم نمیاری نه مامان؟ خوابیدی الان؟ آره الان یعنی خوابی؟ تو خونه جا خواب نیست؟ من جا خواب شما رو گرفتم؟